جای ندارم در میدان افسار هستم جای دارم یعنی سر زمین خدا جای بر کل ماست. چه کنم هیچ دقیقش نباشونه ما آدم که قصر داره وام یک دو تا کفن میبره یک دو تا کفن بر موتوام پیدا میشه. چه کنم چه اما دانشگاه خواه میشم جای ندارم خیلی وقت میشه در میدان هستم کسی ما در میدان هست رفتیده هستم کسی تشکر قاسم جان. همین دکاندار یک دفعه میبینیم. این بچگاه قسیم چرا آزار میده این بچه ها؟ یه هر وقت همیشه همی اشتکار کلگی آزارش میده بیچاره را آزار میده شونه میزنشن به کی زندگی میکنن؟ زمینجا دمیسی سر گردنه هر جای خواه میشه زمستان هم بارم شب خانه نداره؟ نه ندارم خانهشان در پنشیر است پدرش از خونه کشیده شده میگه زندگی میکنه حال به سرنوشت ما آه به سرنوشت و اشتکام آزار شد. آه اشتکار روزانه آزارش میده بیچاره را او دیگه یه چی هست دمیجا دمی سر گردنه شب و روز زندگی میکنه قدر هم که بگوی حسابش خراب است نیست. نیست خوب صحیح کل چیزا میفهمم من تا بیچاره را از خانه کشیدین به سرنوشت شدیم چطور میتونیم که یک سرنوشت بر از جور کنیم امکان داره؟ بله اگه بخوایم همگی هم دست و یک سرنوشت برای جور کردن میتونیم چرا نمیتونیم خیر یک بازگپ میزنیم ببینیم چی میتونیم انشالله به خاطر که بیخی یک مضمون شده پیش بالکل واقعا بوتر خوب صحیح همه چیزا میفهمم من تا بچه ها آزار و اذیت بچه ها نمیمانم دیگه نمیمانه اون مجبور میشه دوام میزنه و چون بالکل تشکر دکانداری چطور است؟ دکانداری شکر خوب است شب و روز میگذره؟ تا میگذره دیگه خرچی مبرای یا نه؟ ما برای دیگه اوت بازور انبور بازور یه چی دیگه خدا خیرت بده خیر باشه